مصر در دوره شاهیگری میانه. وضعیت قوه‌های استحصال کننده بعد از برهم خوردن شاهیگری قدیمه، دستاوردها در تکنیک خواجگی قشلاق، ترقیات سوداگری، افزایش نقش خواجگی های غلامداری خرد و میانه، تنزل ترتیبات سیستم یگانه آبیاری، ضروریتی از نو متحد شوی، مبارزه گرکلیوپال و فیوی برای حکمرانی، غلبه فیوی، رشد مصر در دوره سلاله 12، پهنشوی برنج، از خود نمودن زمین های نو فیوم، افزایش چارواداری، ساحه های نوی کاسبی، افزایش غلامداری خصوصی، تغییرات به وضعیت زمینداران آزاد، جلب نمودن آنها به کار خواجگی خصوصی، بالاروی نقش اقتصادی اجتماعی کاسبان، خواجگی های شاهی، فعالیت ساختمانی فرعون های سلاله 12، یورش های سنوسرتی 3، ساختمان قلعه ها در نوبیا، علاقه با سوریه، فینیکیا و کریت، تیز تند گردانیدن مناسبت ها بین فرعون ها و اشرافان، سوءقصد ها، بدشوی احوال عامه مهنتکشان، سست شدن مصر و ضبط کردن مملکت از طرف گیکساس ها، مصر در زیر حاکمیت گیکساس ها.